Salam arz eləyəm, əziz dostlara, əziz həmvətənlərimə və bir təşəkkür vicə eləyəm o əziz dostlardan ki, bəndə həqirin cədid kitabçı به نام وطن در آغوش غزل əxirən getdi çapa və bunun pişxəridinə bizdən himayət elədiniz. Bir nihayət məmnun. Həman bu kitabdan, həman kitabı ki وطن در آغوش غزلdir. Ondan bir dənə biləcə şeirini oxuyuram. İnşallah ki مقبول خاطر olsun. به نام پلیس راهنمایی. İndi dostlardan bir iddiazdır ki bu özü polis rahnumayidir. Bu polis rahnumayı fərq eləyir. Məmnun. Qulaq asaq ki mən oxuyuram. Çıxacaqdır. نه پلیس راهنمایی، نه پلیس راهنمایی، نه ز خط کشی نشانی، همه جا چراغ قرمز، حسرتم چراغ سبزی، نه خطوط رهگشایی، نه یکی پارک سواری، نه محل ایستگاهی، نه در این خرابه مقصد، نه مسیر رو به راهی، کمکی نمانده دیگر، فنری شکسته دارم، نه قراضه درب دارد، نه ستون و سقف صافی، شده بوق و درب و داغون، چه شد آن بزرگ راهی، چه شد آن مسیر آزاد، چاله های ایست لبخند، ترافیک غم مرا کشت، چاله های ایست لبخند، ترافیک غم مرا کشت، به کجاست چشم دوربین که مرا ببیند آخر، به کجاست چشم دوربین که مرا ببیند آخر، نفسی اگر برآید بازدم جریمه باشد، نه مسیر مستقیمی، نه صدای حق تقدم، نه مسیر مستقیمی، نه صدای حق تقدم، نه در این میانه مردی، نه در این میانه میدان، من و دست تابلویی کج، من و دست تابلویی کج، بدمد به سوت اخطار، بکشد آژیر هشدار، منم و پیچ خطرناک، منم و جاده باریک، میکشد فرمان ماشین، سیبکش هم میبرد، هر لحظه میدانم، در این ره مانده خواهم شد به تاریکی، چراغش همچو فرمانش، چراغش همچو فرمانش به خاکی میکشاند زندگانی را، در آخر میکند چپ، واژگونش میکند، ما را به کشتن میدهد، من خوب میدانم، کمربندی ندارد، وای خالی کرده ترمز هم، بکش آن ترمز دستی، ندارد، وای بر من، یک کاری کرد باید این ابو طیاره را دیگر، خداوندا کمک، من زندگی را آرزو دارم، خطا کردم، صدا کردم، آهای آقا، آهای آقا، مرا با خود ببر میدان آزادی، ندانستم.